بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قریب 7 ماه از فعالیت دولت 14ام، دولت دکتر مسعود پزشکیان می‌گذرد. در خلال این 7 ماه دولت 14ام ملایمات و ناملایماتی را تجربه کرده است. از رأی اعتماد پیشبینی نشده مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان تا عدم رأی اعتماد به دکتر همتی وزیر اقتصاد دولت. به رغم همه اینها دولت در 7 ماه نخست چگونه فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کرده است؟ آیا شما می‌انگارید که دولت موفق بوده است؟ آیا شما می‌پندارید که دولت کاستی‌های جدی داشته است؟ این دولت در سال پیش رو 1404 چه خواهد کرد؟ آیا همه سنگ‌ها را بر کفه مذاکره خواهیم گذاشت و رفع تحریم، یا نه خواهیم کوشید که برابر فرمان یا ارشاد رهبری با سرمایه‌گذاری در بخش تولید اراده ملی را افزایش دهیم و به رغم تلاش برای رفع تحریم‌ها و تعامل و مذاکره بکوشیم که اقتصاد خودمان را با اتکا به خودمان رشد و تعالی بخشیم؟ کدام یک؟ در این باره صحبت می‌کنیم. اینا همش کار خودشونه، همش حرف، همش وعده. خسته نشدن این همه حرفای تکراری میزنن؟ میدونم سخته ولی قابل حله. ما سخت‌تر از اینا هم گذروندیم. ناامید نباشید. دیگه واقعا بریدم. با این حقوقا مگه میشه زندگی کرد؟ توی کلاس همیشه بچه‌ها میگم با گفتگو راحت میشه هر مشکلی رو حل کرد. باید حرف بزنی و حرف بشنوی تا بتونی یه مسئله رو درست حل کنی. هر چیزی قانون خودشو داره. یه گفتگوی درست و اصولی هم قانون میخواد تا به نتیجه برسه. مردم دلخوشی میخوان. باید یه کاری بکنیم مردم رو راضی کنیم. اینجا موندنم فایده نداره. بعید میدونم چیزی درست بشه. اگر از این وضعم ناراضیم باید برسم به جایی که بتونم تغییرش کنم. اینجوری که نه. ما باید درباره مشکلاتمون خیلی شفاف و صریح حرف بزنیم. الان مشکل مملکت لباس پوشیدن منه. میشه تا ابد قرض زد، اما من به جای قرض زدن به بچه‌م تلاش و حرکت کردن رو یاد میدم. آینده‌اش قطعا اینطوری ساخته میشه. باید به هم خوب دل بدیم و اسیر حرفای صدمنیغاز بعضی از آدما نشیم. هیچ مشکلی نیستش که با گفتگو حل نشه. فقط به شرط اینکه با همدیگه در مورد مشکلاتمون صحبت کنیم. من به اضافه تو. سلام عرض می کنم حضور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران، تماشاگران به اضافه 1. آنچنان که پیشتر هم در این برنامه تجربه کرده اید، ما در حلقه اول در خدمت گروهی از دانشجویان مشغول به تحصیل و یا تحصیل کرده هستیم و همچنین در خدمت یک کارشناس ممتاز و مبرز و نیز در خدمت گروهی از مشارکان در گفتگوی امروز که در حلقه دوم حاضر هستند. به همه سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما. با کسب اجازه از مهمانان گرامی عرض می‌کنم که در بخش نظرسنجی از شما پرسیدیم به نظر شما کدام مورد برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟ 1. خرید دلار و سکه. 2. سرمایه‌گذاری در تولید. خواهش می‌کنم که پیام‌های خودتون رو به سامانه پیام کوتاه ارسال بفرمایید با انتخاب گزینه 1 یا 2 و ما نتایج نظرسنجی رو به استحضارتون میرسونیم. در این نوبت یا شماره به اضافه 1 افتخار میزبانی جناب آقای دکتر حسین عبدو تبریزی رو داریم. استاد محترم دانشگاه، دانش آموخته رشته مالی، مشاور جناب آقای دکتر پزشکیان، البته در مبارزات انتخاباتی یا به روایتی کارشناس همراه ایشان در میزگردهای انتخاباتی اقتصادی، بنیانگذار اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران و آخرین دبیرکل محترم بورس اوراق بهادار. آقای دکتر حسین عبدو تبریزی اگرچه عضو هیئت علمی دانشگاه به مفهوم نیروی رسمی هرگز نبودند،
اما بسیاری از چهره‌های اقتصادی در کشور از جمله برخی از وزرا از جمله دانشجویان ایشان بودند و ایشان بدون چشم داشته مالی سالهای سال دانش خودشون رو در فضای دانشگاهی عرضه کردند. ایشان همچنین هرگز مشاور هیچ وزیر و وکیل و رئیس جمهوری به طور رسمی نبودند، اما همیشه نقطه نظرات ایشان مورد توجه دولت‌های پیشین و دولت حاضر بوده و خواهد بود. من فکر کنم در معرفی چیزی رو به غلط نگفتم. لطف کردین. تقاضا میکنم. خواهش میکنم شما شروع بفرمایید. 1403 404 دولت 14. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان این برنامه و نیز دوستان حاضر، دوستان فارغ التحصیل حاضر و دوستان دانشجوی حاضر در جلسه و خدمت حضرت علی خسروی. مسئله دولت 14 خب در یک شرایط خیلی ویژه‌ای شروع به کار کرد تو این 7 ماه پیش و طبیعی است که از فردای روزی که ایشون در مجلس در واقع در جمع مراسم تحلیفشون انجام شد، مسئله آقای هنیه اتفاق افتاد و مرحوم آقای هنیه، بعد رهبران برجسته مقاومت و بعد درگیری‌های لبنان و درگیری‌های جای دیگه، در واقع توی یک فضای خیلی چالشی منطقه ایشون شروع به کار کردن، توی شرایطی که همزمان هم فشارهای اقتصادی رو مردم بسیار بسیار گسترده و زیاد بود، هم تداوم تحریم ها ادامه داشت. بالاخره این تحریم ها به این معنی است که نیروهایی هستن که امکان این که ایران بتونه منابع مورد نیاز خودش رو کسب کنه نمیتونه انجام بده. انتظارات تحریم ها بود آقای دکتر یا تشدید تحریم ها؟ هم تداوم تحریم ها بود، هم به یک معنی تشدیدش هم بود دیگه. مثلا با آمدن حالا میشه گفت که تداوم بود، به یک معنی تداوم تحریم ها بود. البته خب تحریم ها یک کمی در فاصله سالهای 1400-1402 نسبت به قبل ذره کمتر شده بود، ولی در مجموع ما فروش نفتمون مسئله داشت، دریافت منابع اون بیشتر مسئله داشت، یعنی حتی فروش هم که میکردیم مسئله بود. خب الان یک کمی این شدیدتر شده. ترامپ هم با این به اصطلاح شعار آمد جلو که اینا رو ما شدیدتر میکنیم، این محدودیت ها رو بیشتر میکنیم و به اصطلاح فشار حد اکثری میگذاریم رو دولت. یه چشمانداز مبهمی هم در کل سیاست های بین‌المللی ایجاد کرد دیگه، هم در ارتباط با اروپا و هم جاهای دیگه. خب این دولت به یه معنی با این مشکلات به یک معنی شروع کرد، در حالی که وضعیت معیشتی مردم هم بسیار مسئله دار بود. خب مخصوصا توی این چند ماه اخیر هم قبل از این مذاکرات 1-2 هفته هم قیمت دلار خب خیلی رشد پیدا کرد، خیزشی. بله، و بعد زندگی رو ناممکن میکنه دیگه وقتی که قیمت‌های دلاری همچین حرکتی میکنه. یعنی تورم خیلی افسار گسیخته است، نه تنها نظم تولید به هم میخوره، حتی نظم تجارت هم به هم میخوره. یعنی میرید دارو بخرید میگه فعلا نمیفروشم تا ببینم دلار چند میشه، میرید نرم افزار بخرید همین وضعیت رو داره. ناترازی انرژی رو هم که بهش اضافه کنیم. خب یه مشکل زیادی ما ناترازی داشتیم و این انباشته شد. در مورد یه جایشو میبینیم یه جایشو نمیبینیم. اونجایش که میبینیم اینه که خب بالاخره نزدیک 20 ساله که ما در نفت و گاز سرمایه‌گذاری لازم رو نکردیم. بنابراین همین امروز هم اگر تمام تحریم‌ها رو بردارن ما بیش از این که الان داریم تولید می‌کنیم نمیتونیم تولید کنیم. میتونم یه سوال از منظرتون بپرسم؟ آنچه که فرمودید و خیلی هم به حق و سزاوار فرمودید، آیا فقط چالش‌های دولت آقای دکتر پزشکیان و دولت 14 بوده یا دولت 13 و حتی دولت 12 هم با چون این چالش‌های روبرو؟ از اول انقلاب یک محدودیت‌هایی برای جمهوری اسلامی بوده. جمهوری اسلامی از نظر مناسبات بین‌المللی که همواره در وضعیت تقریبا میشه گفت ویژه‌ای بوده. بعضی از سال‌های کمی گشایش ایجاد شده، در بعضی از سال‌ها هم نه، بسته شده، دوباره بسته شده. بنابراین مناسبات بین‌المللی ما همواره در وضعیت بسیار حتی در سطح کشورهایی مثل ترکیه و اینا هم نبوده، در یه سطح بسته‌ای بوده. بنابراین نه، چالش عمومی‌تره در بعضی از زمان‌ها. وقتی مثلا فرض کنید 2 سالی که برجام اجرا شد، خب یه ذره گشایش بیشتر بود، بعدش دوباره اون بسته شد. یا در دوره آقای
دولت نهم خب یه مقدار باز بود، اول بعد بسته شد. بنابراین این قبض شدن و انبساط ایجاد شدن دیگه در همه دولت‌ها کم و بیش بوده، ولی الان در وضعیتی که الان هست هرگز نبوده. خیلی متشکرم. اجازه می‌فرمایید با صحبت دوستان دانشجو شروع کنیم. نظرسنجی درباره این موضوع رو خواهش میکنم. از این سو جناب عالی ضمن معرفی خودتون، حوزه تخصصیتون، نظرتون رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. علی نجفی ترکمانی هستم، دانش آموخته اقتصاد و دانشجوی رشته بیوتکنولوژی، فعال بازارهای مالی هستم. خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم سلام و عرض وقت بخیر دارم. از خدا میخوام که قطره دانش که بخشی دیز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، بارهانش از هوا و از خاکتن. اگه اجازه بدید من اول یک شرح مصیبتی بکنم که قریب 5 دهه است که با مردم مثل کودکانی رفتار شده که انگار هیچی نمیدونن از جامعه. هر بار وعده و شعار، هر بار سرکوب قیمت‌ها، هر بار قیمت دستوری، کنترل نرخ ارز و تاوان این تصمیمات رو همیشه مردم دادن. سفره‌های مردم روز به روز کوچکتر شده و گزارشات مهمل عزیزانی همیشه بیشتر و بیشتر. و از به قدری بد شده که کارمند ساده‌ای که به جای تمرکز روی کار و زندگی روزمرگیش هر روز باید قیمت طلا و دلار و اینا رو چک بکنه تا عقب نمونه. ما اقتصاد رو با بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری، یارانه‌های پنهان و کنترل خود مردم اداره کردیم که درش فساد و رانت بیداد کرده. کنترل خود مردم یعنی مردم رو کنترل کردن یا مردم رو کنترل کردن؟ بله، خود مردم رو. وقتی بازار رقابتی نمیشه و محیط ایجاد نمیشه که کسی فعالیت بتونه بکنه، معیشت مردم رو گروگان اصطلاحاً میگیرن. خب نتیجه این حرکت ها چی شده؟ نابودی تولید، فرار سرمایه، تورم افزار گسیخته، دلار 100,000 تومانی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر. خب اقتصاد یعنی چی؟ یعنی انتخاب آزاد، یعنی امنیت، یعنی اعتماد. یعنی مردم و سرمایه گذارها باید بدونن که آینده قابل پیش بینی هست یا نه. بالاخره تو اقتصاد ما تو این 5 دهه چه اتفاقاتی افتاده، چه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده. تا وقتی که تولید کننده نگران نرخ خوراکش و فروش دستوری محصولاتش باشه یا تو شرایط بی‌ثبات قدم برداره، پول نه به سمت تولید خواهد رفت بلکه به سمت طلا و ارز و پولپاشی این طرف اون طرف، برای اینکه سودی کسب بکنه و سرمایه‌اش از بین نره. آیا سوال پیش میاد، آیا بدون تحریم هم یا با تحریم میتوان مملکت رو اداره کرد یا نه؟ شما 10 ثانیه فرصت دارید. بله میشه. خیلی از دوستان در سال 98 من خاطرمه 24 اقتصاددان نامه نوشتن برای آقای روحانی که ما با وجود شرایط تحریمی میتونیم اداره کنیم. اما من با یکی از عزیزان داشتم صحبت میکردم، اذعان کردن که خودمون داریم کوبا میشیم. خیلی متشکرم. ببخشید کلام آخر رو بگم. حقیقتا آقای خسروی، ما به دنبال اداره کشور نیستیم، ما به دنبال شکوفایی، توسعه و پیشرفتیم. اگر عزیزان قائل به این نیستند، حداقل بگذارن سیاست‌های درست دولت اتخاذ بشه. در ادامه صحبت‌ها ما مقصودتون دولت آقای دکتر پزشکیان هست؟ عرض کردم کلیه حقیقت از نظر اقتصادی تفاوت فاحشی بین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از نظر دولت‌های متفاوت من نمی‌بینم. یعنی همه‌شون تقریباً یک خط مشروع اداره می‌کنن. مردم یعنی بخش خصوصی. خیلی متشکرم. آقای علی نجفی ترکمانی نظراتشون رو بازگو فرمودن. من هم مزاحمشون نشدم، ولی استدعا میکنم به نقد عمومی اقتصاد نپردازیم و بپردازیم به این موضوع که دولت 14 در 7 ماهه چه کرده، در 1404 چه خواهد کرد. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان برنامه خوبتون. محمد اخشناس هستم، فارغ التحصیل دکترای مدیریت توسعه. خب دوست عزیزمون یک مطالبی رو بیان کردن که باعث شد من یه مقداری فاصله بگیرم از بحثی که با بینندگان داشتم. میخواستم یه صحبتی بکنم که متاسفانه دولت آقای پزشکیان تو این ایامی که مسئولیت رو بر عهده گرفتن خیلی بد اقتصاد رو مدیریت کردن و در یک مسیری حرکت کردن که متاسفانه امروز زندگی همه مردم در وضعیت
فوق‌العاده اسفناک قرار گرفته. یعنی گرانی و این تورم واقعا مردم رو له کرده. خیلی از مردم الان متزلزل شدن، نمیدونن چجوری باید زندگیشون رو بگذرونن. منتها صحبت‌هایی که آقای نجفی کردن دقیقاً همون بحثایی که ما همیشه تو کشور نسبت بهش حساسیم، یعنی وارون نمایی حقیقت‌های اقتصاد ایران. ایشون می‌فرمایند که اقتصاد کشور ما دستوری بوده و دولت کنترل کرده و چون سالها ما نرخ ارز رو سرکوب کردیم به این روز افتادیم، در حالی که اتفاقا برعکس. کدوم کشور شما تو دنیا میشناسید که ظرف چند روز قیمت دلار توش اینقدر بره بالا، بعد ظرف چند روز بدون اینکه هیچ اتفاق بیفته صرفا به خاطر یه خبر بیاد پایین؟ کجای دنیا رو شما میتونید پیدا بکنید که این سطح از مشکلات رو مردم داشته باشن، هر کی هر قیمتی دلش بخواد بده، هر مقدار جنسی که بخواد وارد کنه، هر مقدار خروج سرمایه‌ای که دلش بخواد انجام بده، اینقدر فاصله طبقاتی درآمد و ثروت تو اون کشور بیداد بکنه و دولت هیچ مسئولیتی رو بر عهده نگیره؟ شما الان همین انگلیس رو ببینید، همین امروز یه خبر اومد که یکی از شرکت‌های فولادی این کشور تصمیم گرفته بودن صاحبانش اون رو تعطیل کنن یا غیر فعالش بکنن. دولت اومد یه قانونی گذرون، سریع اون رو دولتی کرد، تحت اختیار گرفت که جلوی بیکار رو بگیره. یعنی همه جای دنیا دولت‌ها مستحکم وای میسن، اجازه نمیدن کوچکترین اتفاق بیفته. اون وقت در کشوری که بزرگترین هرج و مرج اقتصادی اتفاق افتاده، یعنی فشار بسیار عظیمی داره به مردم میاد، مردم از خودشون میپرسن مملکت صاحب نداره، مملکت مدیر اقتصادی نداره، مسئول نداره، بانک مرکزی رئیس نداره برای خودش. تازه آقایون میان میفرمایند که ما تو این چند دهه اقتصاد کشور اقتصاد و دستوری اداره کردیم. ما چیزی در کشور دیگه دولت نذاشته که خصوصی نکرده باشه. تمام منابعی که متعلق به عموم مردم بوده، مال بیت المال بوده، مسائلی که تو حوزه پتروشیمی بوده، پالایشگاهی بوده، مواد اولیه و خامفروشی و فولاد، همه رو دولت واگذار کرده. هر روز کاسه گدایی دولت دستش میگیره، یه بار بهانه 150 میلیارد دلاری میکنه که آقا یارانه رو من میخوام به مردم بدم، به این بهانه میخواد کسی بودجه‌اش رو تامین کنه، در حالی که قبلا همه شرکت‌های خودش رو اومده خصوصی کرده، واگذار کرده که یک سری آدم نور چشمی برن حالش رو ببرن و از اون استفاده کنن و زندگی خوب داشته باشن. آقایون خصوصی سازی رو فکر کردن مردم ساده هستن، بهشون میگن ما می‌خوایم به شما. کدوم مردم عادی خصوصی مالک چیزی شدن؟ شما فکر کنید مالی که متعلق به همه مردمه و یک روزی مردم میتونن از اون ثروت استفاده بکنن رو دو دسته اومدن تقدیم یه عده خاصی کردن که شما میتونید آمارش رو خیلی جواب ببینید. ممنونم از آقای دکتر محمد حقشناس که البته مطالب ایشون هم با کمال تأسف به نقد عمومی اقتصاد و بخشش هم به نقد دولت آقای دکتر پزشکیان منتهی شد. خواهش میکنم در موضوع شما صحبت بفرمایید. به نام خدا، من هم علی محمودیان هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت بورسی، هم مدیر سرمایه‌گذاری شرکت دیگه بورسی و فعال اقتصادی. آقای پزشکیان 7 مرداد ماه اومدن، آقای همتی که وزیر اقتصاد ایشون بودن و میتونستن تصمیم گیری هایی رو داشته باشن، 31 مرداد ماه تازه اومدن. دوستانی که حالا ایدئولوژی هایی دارن میگفتن به دولت های رئیسی اندازه در اومدن یه بادمجون فرصت بدیم، ولی اتفاقی که افتاد آقای همتی رو 12 اسفند ماه استیضاح براشون اتفاق افتاد. کوچکترین فردی که یک کلاس اقتصاد خونده باشه میدونه اقتصاد تأثیرات تصمیماتش در بلند مدت نمایان میشه، ولی آقای همتی اومدن چند تا تصمیم گرفتن، در کوتاه مدت ایشون استیضاح شدن. اجازه بفرمایید، خواهش میکنم الان مناظره نکنیم، بفرمایید. چه اتفاقی افتاد؟ چه تصمیم بود؟ 2 تا تصمیم عمده بود که آقای همتی گرفته بودن و آقای پزشکیان داشتن اجرا میکردن. مهمترینش تکنرخی کردن ارز بود که این مسئله به محاسبه بنده 25 میلیارد دلار سالانه ایجاد فساد میکرد و دقیقاً این 25 میلیارد دلار مشخصه که چرا آقای همتی استیضاح شد. 25 میلیارد دلار خیلی عدد بزرگیه. یه نفر سفر شما همتون تمایل دارید با دوربین صحبت کنید، ما اینجا نشستیم. خواهش میکنم. یه نفر سفر قطب شمال رفت با جیب خودش، از دولت حالا اتفاقاتی براش افتاد. 25 میلیارد دلار یعنی 8 میلیون نفر عذرخواهی میکنم، یعنی 3 میلیون نفر ایرانی برن سفر قطب شمال. این اتفاق افتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده که چرا آقا این رانت رو جلوش رو نمیگیره. یه نفر هم که خواسته جلوی این رانت رو بگیره باید استیضاح بشه. آقا اجازه بفرمایید دیگه، من خواهش میکنم از شما. تصمیم بعدی که اتفاق افتاد این بود که شرکت ایران خودرو با 50 همت زیان 60,000 نفر پرسنل رو
بردن به سمت اینکه مدیریتش رو از دولت بگیرن. دوست عزیزمون میفرمایند که دولت داره واگذار میکنه. خب اگر 50 متر زیان رو نباید واگذار کنه، اگر این مدیریت اشتباه نبوده، چی رو باید واگذار بکنه؟ من 25 میلیارد دلار رو فقط برای شما توضیح بدم. ما یه بار بازیکن فوتبال رونالدو میاد تو ایران، مردم از کوه میرن بالا که ببیننش. 3 روز، فقط 3 روز اگر ارز ما تک نرخی باشه میشه 200 میلیون دلار. شما به راحتی میتونید رونالدو رو بیارین برای پرسپولیس، برای استقلال بازی بکنید. این سرمایه اجتماعی هستش که مردم بشه. کسی از کوه بالا نرفته. یه شیبی بوده است در نزدیکی اون هتلی که ایشون اقامت داشته، مردم از اون بالا رفتن. دوستان عزیز ما میفرمایند که خیلی نکات عجیبی من از سمت حالا مقابل به قول معروف شنیدم. حقیقت اقتصاد، بله حتما آقا، تصمیم هایی که آقای همتی باهاش مبارزه کرده، تصمیم هایی که در ایران، کوبا، آرژانتین و ونزوئلا، این 4 کشور این تصمیم آمریکا ارزش تک نرخیه. بله. آمریکا ارزش تک نرخیه. آقا خیلی هم ارزش هر روز داره. اگر مردم عزیز ما دوست دارن مثل ونزوئلا و آرژانتین و کوبا زندگی بکنن، این تصمیمات اونجا جوابش رو داده. بقیه اتفاقاتی که داره در اقتصاد میفته، تمام دنیا به این نتیجه رسیده که اقتصاد باید آزاد باشه. آقای پزشکیان دولتش چندین تصمیم در این زمینه داشت که این تصمیم ها اجازه این که ادامه پیدا بکنه نداشت. ممنون. خب میرسیم به جناب عالی. خواهش میکنم ضمن معرفی کامل حوزه تخصصیتون نظرتون رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض خدمت همه بینندگان عزیز و حضار داخل سالن با دکتر تبریزی عزیز که در خدمتشون هستیم. حالا قبل از اینکه بحث شروع کنم، مهدی محمدی هستم، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر، فعال دانشجویی. ابتدا هم شهادت شهید جلال صالح الحسینی رو که دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاهمون بودن، دانشجویان بین‌الملل یمنیمون بودن که در حملات آمریکا به یمن به شهادت رسیدن همین هفته گذشته، تسلیت عرض می‌کنم. و در مجموع این حالا حملاتی که داره صورت میگیره بر علیه مردم مظلوم یمن و غزه و دوباره اوج گرفته، ده‌های هزار نفر شهید شدن، به نظرم جاش خالیه که تو این برنامه تسلیت گفته بشه، چه بسا دانشجوها و دانشگاه‌هایی که بمباران شدن و دانشجوهایی که شهید شدن. و این سکوت فعلی حکام عربی و مسلمان و کشورهای مسلمان خب به نوعی شریک بودن در این قتل. از تذکری که فرمودید بسیار متشکرم. از وقت استفاده می‌کنم بنا به وظیفه رسانه‌ای به پیشگاه همه مردم شریف ایران، مجموعه حملات اخیر صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها، چه به مسلمانان مظلوم یمن چه به مسلمانان مظلوم غزه رو تسلیت میگم و امیدوارم که در گذشتگان و شهدا در عالی‌ترین مراتب باشند. خواهش می‌کنم. سلامت باشین. حالا من ابتدای طرح از خودم میگم، بعد پاسخ خود دوست محترم رو میگم که نکته که فرمودن به نظر من کاملا اشتباه بود. ما الان دولتی مواجهیم که هیچ ایده‌ای نداره واسه هوشمندی، یعنی نه فقط تو حوزه اقتصاد بلکه تو حوزه‌های مختلف هم به صورت آنی و لحظه‌ای تصمیم میگیره و ایده‌ای واسه مدیریت کشور نداره. کما اینکه ما می‌بینیم تبعات تصمیمات چه اقتصادی چه حوزه‌های دیگه‌اش الان بعد 7 ماه که خیلی حالا تایم کمیه واسه دولت عیان شده. دوستان میگن که خب باید وقت بدیم که به اندازه مثلا روشی بادمجون وزیر اقتصاد بتونه کار کنه. میگن در همین مدت زمان کمی که شاکی هستن ایشون 57% قیمت ارز رو افزایش دادن در 6 ماه ابتدایی سال. قیمت ارز خواهش میکنم مناظره نفرمایید. یادتونه به دوستمون تذکر میدادید ایشون میشن وزیر اقتصاد، میان رأی اعتماد میخوان بگیرن، برنامه معرفی میکنن، وقتی تبعات تصمیماتشون سر حذف با ارز نیمایی و تشکیل یک بازار به نام بازار توافقی تبعاتش واسه مردم عیان میشه که آقا دلار 100 تومان میشه. تبعات حالا ما تورمی که تو بهمن ما سفری که ماهانه از اسفند 401 بی سابقه بوده، یعنی بیشترین تورم ماهانه ما از اسفند 401 تا الان واسه همین بهمن امسال بوده که تبعات تصمیم همین ارز نیمایی توافقی بودش. دلیل اصلیش این بوده، یعنی بیشترین افزایش نرخ ارز در 6 ماه ابتدای دولت واسه دولت‌های پزشکی بود 57.14. بقیه آمارا هم هستش که بیشترینش بعد از ایشون دولت‌های رفسنجانی، حالا دولت دومشون که 35%. یعنی ما تو اون موقع اینقدر افزایش نرخ ارز رو شاهد نبود که این خب طبیعتاً ناشی از تصمیمات دوستان مسئوله. برادرم آقای نجفی گفتن که حالا یکم کلی صحبت کردن، گفتن مشکلات اقتصادی داریم، اتفاقا ما باید شاکی باشیم سر این مسئله. ما یعنی کی؟ یعنی دوستانی که حالا به نوعی حامی دولت اومدن این دو بزرگوار دیگه. ایشون میگن ما یعنی مردم. ما هم میگیم ما یعنی مردم، ولی خب الان تو این یه جایگاه نقش دیگه تو این میزه نشستیم. دوستان خب
حامی دولت و تصمیمات دولت و ارز به قول معروف 100 تومانی فشار معیشتی هستن و ما مخالفشیم تصمیماتی که اتخاذ شده. من یه خاطره ای از دکتر نمازی رو میخونم که حالا وزیر امور اقتصاد دارایی دولت خاتمی بودن، تو گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی. خیلی بخش کوچیکش رو میخوام بگم که ایشون میگن ما تفاهمنامه 26 بندی ایران با صندوق بین‌المللی پول دولت خاتمی و هاشمی اجرا کردیم. گفتن که در حالا این تفاهمنامه امضا نشد و تو هیئت دولت تصویب شد و به صورت قانون در اومد. این واسه چه تایم تقریبا 30 سال 40 سال پیشه. اینکه دوستان میگن ما اقتصاد دستوری داریم، اقتصاد آزاد نداریم. خب سیاست IMF چیه؟ یعنی مفادی هم که دکتر نمازی میان صحبت میکنه هستش که اصلاحات قیمت مثلا حاملای انرژی، افزایش نظام حالا به قول معروف قیمت گذاری، حذف پیمانسپاری، صادرات، این اقدامات از حالا دهه 70 انجام شده و خب اینکه ما الان در موضع طلبکار بشیم جای اشتباهیه. خیلی متشکرم. البته یادآوری کنم که اون وقت یادبود شهدای غزه و یمن در وقت پیش بینی شده برای شما لحاظ نشد. خب پس به این ترتیب قضیه خیلی سادهش این است که دوستان این سمتی میگن دولت پزشکیان نتوانست، دوستان این سمتی میگن که دولت پزشکیان میتوانست نگذاشتن. آقای دکتر عبدو شما بفرمایید. دولت های پزشکیان دولت ائتلافیه، یعنی اصلا دولت این وریا و وریا نیست. یعنی آقای پزشکیان خب با این شعار وفاق اومدن، دائما هم گفتن که دعوا نکنیم و اعضایی هم که در دولت هستن از همه جناح هستن، تقریبا همه جناح‌های سیاسی حضور پررنگ دارن. از این نظر کسانی که خودشون مدعی طرفداری از ایشون میدونستن حتی شاکی شدن که انتصابات که اونا میخواستن نبوده. بنابراین من فکر میکنم این موضوع که نه آقای پزشکیان حالا دوره بلندی داره که بیش ازش انتقاد کرد و نه این میشه همه این بحثا رو توی همچین جلسه ای شاید اگر موضوعی صحبت بکنیم، یعنی بیایم بگیم حالا مثلا در مورد ارز که میفرمایند نظر دوستان چیه و نظر دوستان چیه، بتونیم بهتر با خواهش می‌کنم خودتون در مورد ارز نظرتون رو بفرمایید. عرض کنم که با سیاق آقای پزشکیان پیش بریم. شما پزشکیان ببینید اگر به مدلی که فرض کنید آقای نجفی ترکمانی مسائل رو مطرح میکنن رو هم این و اون و این خراب اون خراب اینا رو بکنیم، حل مسئله مشکل میشه. بسیار اینجا الان تو این جلسه من بین دانشجویانی که فارغ التحصیلانی که هستن بالاخره آقای حق شناس الان دیگه دکتر اقتصاد خوندن، فرق میکنه یک کمی با بقیه دوستان. یعنی ایشون بحثایی که میکنن با یه استدلال اقتصادی خیلی محکمی باید همراه باشه، چون بالاخره مدعیان که اقتصاد توسعه خوندن. حالا ممکنه که فرض کنید آقای محمودیان یا آقای محمدی خب رشته‌هاشون فرق میکنه، یعنی سطحی که از ایشون توقع داریم با دقت مسائل مطرح بکنن فرق میکنه با دیگران. اینجا حالا من فکر میکنم در همه این حوزه ها در ایران ما تجارب خیلی خیلی طولانی داریم. مثلا در حوزه کنترل قیمت ارز تجارب طولانی داریم، یعنی از زمان آقای موسوی رو داریم تا امروز، غیر از تجارب بین الملل. در تجارب بین الملل نه. در حوزه ارز خب من اعتقادم به این هست که طرز باید به سمت تکنرخی شدن پیش بریم، ولی آیا این که در این شرایط میتونیم ارز کالای اساسی رو قطع کنیم؟ نه. شاید ما اونو باید در شرایط فعلی، ولی در این که ارز چندی سیستمی ما فساد گسترده‌ای داره شکی نیست. آیا سیستم چند نرخی ارز به معنی حمایت از مستضعفین؟ چون بیشتر این حرفام روی حمایت از مردم و اینا شده از اول انقلاب. نه، شما میتونید هر چی پول دارید بدید اصلا به اونا، به هر کی میخواید کمک کنید. مجبور نیستید نظام ارز رو دو نرخی نگه دارید. فرض کنید الان یه فرصت تاریخی داریم با توجه به این مذاکرات که اگر این مذاکرات خوب پیش بره که ارز رو غیر از حالا اون 30 میلیارد دلار 13-14 میلیارد دلاری که کالای اساسیه بیاریم و تکنرخی کنیم، بقیه ارز رو حداقل تکنرخی کنیم. ولی خب فرض کنید اصلا همون کالای اساسی هم که با رقم پایینی داره میشه، خب ممکنه شما تفاوتش نقدی پرداخت کنید. پس این به این معنی نیست که دوستانی که
مخالف نظام، یعنی کسی نمیتونه مخالف سیستم چند نرخی باشه، موافق چند نرخی، مخالف تک نرخی. چون که بله این به این معنی نیست که از یه گروهی داریم حمایت میکنیم. نه، مثلا در ترکیه بغل ما تورمشون 70% سیستمشون تک نرخیه. روسیه خودش 70% تورم داشته، سیستم تک نرخیه. این به معنی حمایت از طبقات خاصی نیست. دوستان میتونن هر چقدر پول تو بودجه دارن اصلا به طبقات خاص کمک کنن. کسی که مخالفتی نداره، عقل سلیم مخالف اون نیست. ولی در این حال ما سیستم چند نرخی ارز رو دیدیم چه مصائبی در کشور داره. آقای دکتر، من میخوام بیشتر تصمیمات ارزی که آقای دکتر همتی گرفتن و عواقبی که ایجاد کرد و دلار 104 تومان آقای محمدی رو مشخصا میکنن. ببینید اما اینکه خب جواب خودشو داد. الان که آقای چیز نیست دیگه، آقای همتی نیست. آقای همتی نیست. خب پس چرا بالا ارزش پول ملی مرد پایین دکتر؟ تصمیماتش توی مدت کوتاه 3 ماهه اینجوری نیست. اصلا اینجوری نمیدونم. اون چیزی که شما میگید اون شرایط اقتصادی ببینید. بگید 10 کار درست شد. این همه کاری که انجام دو تاش درست بود، به خاطر همونم استیضاحش کرد. 3 کار درست شد. همین تکنیکی کردن. حالا اتفاقا اصلا بحث نشد چون مافیایی که من هست. اجازه میخوام خواهش کنم که بیانات آقای دکتر عبدو مخدوش نشه. ببینید اتفاقا به نظر آقای همتی که از فعالترین وزرای این کابینه بود. یعنی خلایش واقعا حس میشه. الان حضورش میتونست کمک کنه. به گمان من این نیست که واقعا به خاطر ارز رفتش ایشون. اینجوری نیست. من الان جنبندی می نیست که اونایی که رأی دادن حالا یه عده‌ای بله یه همزمان با این اتفاق افتاد. مثل که الان آقایون باید بگن خب دکتر دولت خیلی خوب عمل کرده چون دلار اومده پایین. یعنی بگیم آیا میتونیم الان پایین رفتن قیمت دلار رو بگیم دولت یه کار شقی کرد؟ نه، شرایط محیطی عوض شده، همینطوری که در اون برعکسش هم شرایط عوض شده. بنابراین یه جوری یکی از مشکلات ما با جامعه دانشجویی اینه که در موضوعات اقتصادی موضع نمیگیرن. یعنی من حتی یه اطلاعیه دانشجویی از همه ایشون که میفرمایند که طرفدار بازارن ندیدم که یه اطلاعیه بنویسه من طرفدار بازار هستم، من طرفدار مالکیت خصوصی هستم. تقریبا همه اطلاعیه ها عموما به اون سمته که مثلا این وضعیت فعلی ماست، در حالی که یه ذره باید دقیق تر صحبت کنیم. الان این واقعا اوضاعمون اینقدر بده که نظام خارج از نظام درس خونده هم اینقدر آشفتگی هست که توقع از جامعه دانشجویی اینه که اینا رو یکی یکی درست صحبت بکنه که مردم قاطی نکنن این موضوع. خب آقای خیلی متشکرم. خیلی داشتم با توجه به دکتر من در خطاب قرار دادم. کاش من بفهمم تا من نتیجه نظرم در ارز. حالا دوستان گفتن که موافق تکنیک شدنم قیمت ارزی، ما هم اتفاقا موافقیم، ما هم دنبال همینیم، ولی بحث ما سر راهکاره. ما 10 سال قریب به 10 سال داریم راهکارهای تکراری رو ادامه میدیم، به بهونه رانت میایم اختلاف قیمت رو میبریم بالاتر، میگیم که آقا دست مرئی دولت دست نامرئی بازار این اختلاف رو کم میکنه، ولی همیشه ما این لگ و این اصلا چیزو داشتیم. حالا ناکنین من داری آوردم. نه حالا طنز ماجرا چیه؟ طنز ماجرا اینه که از یه نفر اگه بپرسید که لباست خیس بشه بهتره یا بدتره، یا اینکه کلا توی دریا غرق بشی بدتره، خیلی خنده داره برای خیلی از مردمی که شاید بحثای ما رو میشنن. اصلا وقتی داره همینطور قیمت ارز میره بالا و ارزش پول ملیمون داره انقدر سقوط میکنه که زندگی مردم به فلاکت میرسه که چند نرخی بودن یا 2 نرخی بودن در قیاس با اون اصلا عددی نیست. یعنی شما فکر کن توی مدت اخیر یه دفعه خود من 50% تو 4 ماه تغییرتر شدم، بعد شما دنبال این میگردید که ببینم چقدر رفته این راهکاری که پیش گرفت. من شما سوال می‌پرسید درست کردش. آقا 5 میلیارد دلار رانت این 28 میلیارد دلار میشه نصف درآمد نفتی کشور. آیه همتی شنبه 24 آذر ماه توییت زدن، گفتن که بحث قیمت‌گذاری دستوری مطرح کردن که جز توزیع رانت و ایجاد فساد چیزی نداره. اختلاف 50% رو کردن صحبت کنید که مقدار نشون بدن. ما اومدیم که ابتدای شهریور ما شعارمون چی بودش؟ این بودش، من رو دوربینم دوستان میگن نشون بدم. شعارمون این بودش که آقا رانت وجود داره دیگه. ابتدای شهریور ما دیگه هنوز نگهش داد دیده بشه. آره 13600 و 10000 تومان اختلاف رو به اون دوربین لطفاً بگید. حالا هر مدلش و نرخ بازار آزاد بشه. نرخ نباید عدد ثابت در نظر بگیرید، باید درصد عددی صحبت کنیم دیگه. کلی صحبت نکنیم. آقا 13000 تومان روی 100000 تومان میشه 13% رو 50000 تومان میشه 26%. میگم و الان رانتی که الان وجود داره، الان حالا شما دلار 100 تومان نظر بگیرید بخواید
بازاری که حالا نرخی که دولت میده 72 تومن 73 تومن 74 تومن در نظر بگیرید، تقریبا یه اختلاف حدود 25000 تومن 27000 تومن وجود داره. این اختلاف 13 تومانی تبدیل شده به 25000 تومان. همین رو عرض می‌کنم اشتباه 2 برابر شده. خود دلار هم از 60 تومان شده 100 دلار شده. این نگه که پایین بودهش میگفتیم آقا عجیبه شما امیر کبیر درس نکنید. اینا رو باید من الان شما کلاس کار رو رعایت نمی‌کنید. خب ببینید الان تر شدن مردم بیچاره تر شدن. اصلا من شرح قبول دارید رانت هست قبول رانت هست شرح مصیبت قبول چرا میگید؟ خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. لطفاً مراقبت بفرمایید. من نتیجه نظرسنجی رو آقای صحبت کردید. مصیبت شما درد مردم نمیخوره. دهه‌هایی که گذشته شما 7 ماه رو داری صحبت می‌کنی. من کلیت رو دارم صحبت می‌کنم. چه دولتی سر کار کلا از اولش تا آخرش از اول تا آخرش سر کار بودن. از اول سوال می‌پرسم. شما استاد بنده شما تشکیل کردین غلط پرسش بنده رو پاسخ بدید. شما استاد شرافت زمان می‌خواید به نتیجه برسید. می‌خواید به نتیجه برسید. لطفاً چند لحظه آقای نجفی اجازه بدید. بینندگان عزیز و ارجمند، شما در پاسخ به پرسش نظرسنجی ما که به نظر شما کدام مورد برای سرمایه‌گذاری بهتر است، 82% گفتید سرمایه‌گذاری در تولید، 18% گفتید خرید دلار و سکه. ممکنه این تحلیل پیش بیاد که این 82% همه جامعه ما نیستن. بله قطعا همینطوره. ما از مجموع پیام‌های دریافتی مخاطبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه 3 و برنامه به اضافه 1 این نسبتگیری رو انجام میدیم. که نظرتون در مورد این نتیجه؟ من نمیدونم مردم از چه موضعی گفتن. مردم از موضعی که به نفع من مردم هست. اگر پول به جای این که بره تو زمین که یه دونه اشتغال هم ایجاد نمیکنه دیگه، شما 10,000 میلیارد تومان تو زمین قیمت بره بالا، یه اشتغال ایجاد نمیشه. یا بره تو طلا که یک دارایی ساکنه، یا بره تو ارز. شما $1000 که تو جیب من هست توی کمد تا پایان سال همون $1000 چیزی که نزاییده. ولی طبعا اگه بره تولید، فرض بر اینه که اگه بدن سهام ایران خود رو بخرن، اون میره تولید میکنه، یه کاری انجام میده. مردم از این موضع گفتن. ولی در عینیت وقتی میبینه که داره زندگیش داره مورد هجوم قرار میگیره به خاطر تورم، خب طبیعی ممکنه به طلا رو بخره. خود شما فکر کنم بیشتر از این موضوع نظرتون علمی نفرمایید. نظرتون کاملا بازاری بفرمایید. همیشه ما باید علمی بگیم ولی به زبان ساده. من به هیچ وجه وظیفه ندارم اینجا بحث بازاری کنم. نه اصلا بازار هم اتفاقا خیلی با حساب کتاب صرفی داشته باشید. در تولید صرف می‌فرمایید یا در دلار و سکه؟ به نظر بحث ارز من سوال دکتری هستش که به نظرتون روی کردی که اتخاذ شد سر بازار نیما و توافقی منجر به تکنیکی شدن که خواسته ما هم هست. من میگم تو روی کرد ما بحث الان فرق بین ما تکنیکی کردن ارز درسته. اجازه بدید دوستان، به جای این مجادلات آقای دکتر عبدو اینجا حاضر هستن و پاسخ میدن. لطفا سکوت بفرمایید. اگر که اینی که شما میگید، اگر همتون قبول داشته باشید که بله ما شرایطمون اجازه نمیده سیستم تک نرخی ارز بشه، اونا نکردن، نتونستن بگن. کما اینکه خب بزرگترین اصلاح رو آقای مرحوم آقای رئیسی کردن دیگه. شما 4200 تومان یه دفعه یه افزایش چند درصدی 500% چند 400% شد دیگه. ولی مشکلی شد بازم تک نرخی نشد. اون ایراد میشه از هر دو نفر. همون نسخه است دقیقاً دیگه. الان دوباره اجرا شده و احتمالاً دوباره بین 100 تومان تا 200 تومان اجرا بشه. نه بالاخره شما دو دولت با دو گرایش متفاوت داشتید دیگه. اگر بگید دولت 13 هم مثل 14 نه دو شما میگید یه ذره متفاوته یا اینکه میگید یک حرکته. من سر رویکرد ارزی بگم نظرم. من مثلا سر رویکرد ارزی دولت 13 سر بحث 4200 دقیقاً مثل همین دولت اقدام کردش. یعنی یک مسیره، یک خط، دقیقاً همون خطی که 4200 انجام شد. الان مسئله اینه که شما الان من بگم نکتهمو. ولی این خط اصلاح شد. این خط توسط دولت اصلاح شد. 18 ماه منتهی به شهریور 403 که میشه تقریبا همون اسفند 401 فروردین 402 تا همین شهریور که گذشت. دلار از 51000 تومان رفت رو 58000 تومان. چقدر افزایش پیدا کرد؟ 14% افزایش پیدا کرد. حالا از شهریور
تا همین اسفندی که ما داشتیم از 58 تومن رفته 98 تومن 100 تومن، تقریبا 68-70% افزایش پیدا کرده. دلیلش من میخوام دلیلش کرد اشتباه مشتاقم نظر آقای دکتر عبدالله رو بشنوم بدون رانت. خب اگر اجازه بدید من صحبت کنم. بعد از صحبت آقای دکتر عبدو به هر کدوم یه دقیقه کمتر بیشتر وقت بدیم نظرتون رو بفرمایید. ببینید مجادلات که ندارم از شأن من می‌خوام خواهش کنم دوستان که استفاده اگر که دوستان قبول دارن که سیستم تک نرخی ارز رو همه قبول دارن، یعنی روی کردش میگن، خب این الان روشن کنیم که بگیم آقا من میگم من بله روشن است برای من به عنوان آقای محمدی، به عنوان آقای محمودی که سیستم چند نرخی ارز سیستم فساد آمیزیه و دولت باید سعی کنه بدون با رعایت حقوق مردم به گونه‌ای عمل بکنه که سیستم تک نرخی بشه، اما به مردم هم فشار نیاد، طبقات ضعیف فشار نیاد، رانت ایجاد نشه. اگر اینو بپذیرن اون موقع میتونیم در اون چارچوب بحث کنیم. نه آقای دکتر من موافق نیستم. شما دنبال سیستم چند نرخی هست؟ نه اصلا کلا من معتقدم اصلا مسئله رو اشتباه داریم طراحی میکنیم. ببین از اول که چند نرخ وجود نداشته که ما یه نرخ پایه داشتیم، دولت بی‌عرضگی نشون داده، هرج و مرج ایجاد کرده، اجازه داده خروج سرمایه. بازار کجا میچرخیم بازار کجا بود؟ ببین یه دقیقه خواهش اقتصاد انحصار بازار یعنی همه مردم. مگه 85 میلیون نفر تو بازار ارز دستوریه، بعد به من میگن خب بعد انحصارگرا نمونه مثالی که میگن بازار نیست، تو عرض یه هفته تصمیم گرفتن نرخ ارز و عددش رو محمد دارن نظرشون رو میگن. توی همچین شرایطی که ما داریم نرخ پایه یه دفعه افزایش پیدا کرده، رفته بالاتر به خاطر بی‌عرضگی دولت. نگید چند نرخی کجا بود؟ از اول نرخ باید پایه حفظ میشد، تثبیت میشد تو کشور، یا ثباتش رعایت میشد مثل همه کشورهای اروپایی. شما به اشتباه اومدید مثال غلط زدید، گفتید نمیدونم آرژانتین و کوبا و ونزوئلا، آقا اونا رو ولش کن. مگه ایالات متحده آمریکا چجوری اداره میکنه؟ شما همین الان ببینید ترامپو میخواد سرمایه‌گذاری تو کشور خودش رو ببره بالا، راحت میاد تعرفه میذاره، ما نمیشه. پشتوانه دولت چیه؟ شما برید داستان چارلی چاپلین رو بخونید آخر عمرش، وقتی میخواست از آمریکا خارج بشه جلوشو گرفتن، گفتن آقا نمیذاریم سرمایه از آمریکا خارج بکنه. $10,000 نقد بیشتر نباید. همه جای آقا تو ایران مگه اینو نمی‌کنید؟ انحصارگر پیدا شدن تو اقتصاد مملکتمون، اینا تعیین کننده نرخ ارز شدن. کجا جلوشون رو رفتی گرفتی؟ نکردی. بعد هی میگی بازار. کدوم بازار؟ من دلار دارم، شما دلار دارید. بگید مردم 85 میلیون آدم تو ایران. آقای نجفی ترکمانی بفرمایید. خواهش میکنم. من واقعا خواهش میکنم وارد صحبت ایشون نشه. ولی بعد ایشون من نکته دارم. بله بعد نوبت شماست. اولا اینکه من نمیخوام راجع به کلیت اقتصاد و صحبتامو شرح مصیبت‌هایی که کردم بگم. من از طرف مردم مصیبت‌ها برعکس آقای دوستان کلاس کار متاسفانه رعایت نمی‌کنید. نظر شخصی بنده است. من هیچ وقت به شما نمیگم شما غلط میگید. چرا؟ چون قائل نیستن چیزی غلط باشه. میگم نادرست فهمیدید. خب خیلی فرق داریم. گوش بدید من یه نکته بگم. متاسفانه ساده ترین حالت ممکنه هنوز نمیدونن که 10 میلیون میلیارد تومان نقدینگی شده. خب عملاً چجوری؟ چون ارز بردی بالا نیاز به نقدینگی داره مملکت. خواهش میکنم تأمل بفرمایید، صحبتتون تمام بشه. بفرمایید. زمانی که آقای خسروی بوروکراسی در مجلس مرد و یکی از شاخصترین افراد دولت به قتل رسید، به خاطر چی؟ به خاطر نظر دوستمون که هنوز تفاوت وزارتخانه دارایی و اقتصاد رو با بانک مرکزی که بازار رو مدیریت میکنه، تورم رو باید مدیریت کنه، هنوز نمیدونم. من باید بشینم اینجا شرح مصیبت بگم، بعد بگن همونم اشتباهه. چرا؟ چون درک درستی هنوز از کلیت بازار ندارن. خودشون یه بار میگن ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کی داشت مدیریت میکرد؟ آقای محمدی الان میام خدمت شما. گردن نمیگیرن. رو خاتمه بدید خواهش می‌کنم. جالبه کلیه سرمایه جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی دست 4 ارگانه که اونا مدیریت میکنن. بعد اینا از ما گله دارن که چرا خصوصی اینجوری میشه اینجوری نمیشه. بعد خودشون هم دعوا میکنن که چرا ایران خودرو رو کروز گرفت. حالا تازه ما خودمون قائل نیستیم به چیز خصوصی شدن. آقای نجفی ترکمانی وقتتون خاتمه پیدا کرد. آقای محمدی بفرمایید. تکنیکی بشه و اصل اقدامات قبلش انجام بشه. قطعا ما الان آمار مشخصی از داخل کشور نداریم. یعنی من خیلی مصداق عملی بخوام بگم، دکتر رئیس جمهور من گفتم ما نمیدونیم چقدر خونه خالی داریم. یه همچین مصداقی در خصوص بازار ارز هم هستش.
که ما اصلا سامان مؤدیانمون خیلی داغونه الان. حالا بحث مالیاتیه، ولی بحث اینه که اشراف رو تراکنش‌ها ما نداریم. تو ارز چقدر ارز فروخته میشه، چقدر خریداری میشه، چقدر الان مثلا آیه آبدینی من نوشتم اینو، حسابرس بانک مرکزیه، تو برنامه شبکه خبر اومد گفتش که 30% ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی بر نگشته. بعدش تکذیب شد. 30% بر نگشته. اون گفتگو دیگه چی که گفت سال 1402 12% بود، امسال ادعا کردن 30% بعد تکذیب شد. گفت حالا این تکذیب شد. ادعای دیگه که گفتن داخل بانک مرکزی گفتن 10000 تومان نگه تا ما 10000 تومان میبریم بالا. خب این چیه دقیقاً؟ اومد تو گفتگو بیشه خبر طرف داره میگه از جایگاه پایین اومدنش شما هم میشه الان از جایگاه صنفی داره میگه که از داخل من گفتن ارزو ببریم بالا، شما ارزو نگه دار. دقیقاً الان کجای دولت اقتصاد ما دستوری شدش، بسته شدش، طرف ارزش خارج از کشوره نمیاره داخل، توضیح نمیکنه، نگه میداره، میگه 10000 تومان واسه بره بالاتر بعد بیار تو بازار. به خاطر اون نظارت این اقدامات نداریم این دور، وقتی نمیدونیم که چقدر ارز تو بازاره، نیازهای ارزیمون چیاست، اینا رو مدیریت نکردیم. اگر شما نرخ ثابت شده رو بیاری بالاتر مثل همیشه، یعنی ما داشتیم 4200 28 تومان، 28 تومان 48 تومان، 48 تومان 75 تومان، 74 تومان 100 تومان و این همینجوری میاد بالاتر، این لگه همینجوری میاد بالاتر. شما اقدامات قبلی رو نداریم. شما میگید ارز اصلا ارز و تقاضا معنی نداره. دوباره با این شعار ما خواهیم داشتیم. محمدی جان وقت تمام شد. آقای محمودیان بفرمایید. ببینید ما اقتصادمون اوضاعش مشخصه. اگر رهبری اسم سال سرمایه‌گذاری برای تولید نذاشته بودن من این سه چیزا رو واقعا نمیگفتم. آرامکو سعودی همین کشوری که همسایه ماه تقریبا 17 برابر کل بورس ایران ارزندگی داره الان. بورس ایران یعنی پتروشیمی، یعنی فولاد، یعنی بانک، یعنی خودرو. چرا؟ به خاطر همین تصمیمات غلط اقتصادی. این تصمیمات غلط اقتصادی میشه یکی نرخ‌گذاری دستوری، یه قسمتش میشه بحث عدم حالا بحث تحریم ها و اینها، نرخ بهره 30% که ما الان داریم. آقای فرزین چه در دولت های رئیسی چه در دولت فعلی نرخ بهره بالا رو اصلا مدیریت نکردن. نرخ ارز هم مسببش ایشون هستن. هیچ مدیریتی من در مورد این مسئله ندیدم. و از همه اینها مهمتر آقا میخوایم ارز دو نرخی داشته باشیم، الان شرایط کشور اجازه نمیده، میپذیریم شرایط کشور الان سخته، یه سامانه‌ای باشه نشون بده ارز با چه نرخی به چه شرکتی و برای ورود چه کالایی تخصیص داده شد. یه سامانه بدون کل ارزی رو بررسی کنیم. موافقی؟ کل ارز اگه موافقه دست بسم الله، اگر موافقه بسم الله چرا میگید نیمایی توافق فرق نکرد؟ اصلا ما بگیم کل ارز، اصلا ما موافقه همین نده ارز آقا توافقی برای محمدی که با ارز پایین برید. آقا ما اصلا کل اینا رو خیانت به کشور میدونیم. بازی‌ها این بازی برای مردم درست کردیم، اصلا معنی نداره. کل آقایونی که میشینن به عنوان کارشناس میان اطلاعات غلط دارن به مردم میدن، اطلاعات غلط به مردم میدید. آقا کل ارز کشور باید مدیریت بشه، چه تقاضا چه ارزش. آقا کمونیست ایالات متحده ای خوبه بالاتر از ایالات متحده. خودت چارلی چاپلین رو مثال میزنی. مگه چارلی چاپلین مثال نزنم، هر کسی از هر کشوری بخواد خارج بشه باید زیر $10,000 خب من خب یعنی شما جلوی تقاضا رو گرفتی یا نگرفتی؟ خب آقا بیت کوین گرفتی یا نگرفتی؟ پول اومده تقاضا رو مدیریت کرده، گفته آقا من میخوام ایالات متحده قدرتمند بشه، اومدم جلوی خروج سرمایه ها رو از ایالات متحده سفت و محکم گرفتم. هر کس مخالفت کنه تو ایالات متحده باش شدت برخورد میکنن. خب این کارو کرده. بحث ارزش هم محکم وایستاده. بله شده ایالات متحده آمریکا. امثال شما هم میاید یه سری تئوری خوندید تو این کتابا که تو هیچ کدوم از کشورها توسط هیچ اتفاق نیافتاده. اقتصاد کف بورس ایران کف بورس چون ذینفع بورس میگه اگه دلار بره بالا دلار بره بالا سرمایه‌گذاری به جای اینکه از بازارهای مالی بیاین سرمایه کنید جبران مافات بکنید دارید میگید بازار سرمایه اخی اصلا بازار سرمایه ربط داره به دلار. آقا تلاش کن کار کن نون درآ. چرا میخواین ارز ملی رو پایین بیاری؟ چرا میخوای ارزش پول ملی رو بیاری پایین؟ میشه بهتر از این حرف خیلی زیاده. دقیقاً بحث ایشون همینه. هنوز از نظر من دانش آموزی که
نقطه سوزنی از اقتصاد نمیدونم، با این حال که 10 سال 11 سال تو بازارهای یه چیزا میدونی که باید سود کنی. سود چیه؟ تو بالا رفتن نرخ ارز. کارهای اقتصادی من کردم. میدونید مشکلی که حاضر نیستید تولید بکنید. شما که کار ما ولتون میگید دلار رو میبریم بالا، جنسمون گرونتر میشه، میفروشیم به مردم. کوچکترین مطالب رو هنوز به صورت ابتدایی و مبانی. البته این نرخایی که ایشون میگه هست. آقا همتون همین کار روش. آقا یه روش رو من خرید کرده باشیم به تولید ثروت کشور میگید از 10 تومن آورد 20 فقط خیلی متشکرم. اگر دوستان به عرض من توجه نکنید ناگزیر خواهم بود که خواهش کنم که میکروفونتون رو ببندن. آقای محمدی، آقای نجفی، این شیوه گفتگو منتهی به این میشود که بینندگان ما تلویزیون رو الان ببینید حرفای شما رو متوجه نمیشن. یه لحظه ببینید آقای محمدی چیزی که فرمودن من فهمیدم، ولی واقعیتش آقای عرقشناس شما دکتر اقتصادید، کلماتی مثل بی‌عرضگی، انحصارگران، اینا لغت‌های شما. یه سوال ساده رو که بالاخره سیستم تک نرخی رو قبول داری، یه سیستم چند نرخی؟ نه اجازه بدید تایید چیزی نکنید، من واقعا نمیخوام مجادله بدید. اینو شما کدومش رو اصلا من میگم مسئله غلطه. اصلا یعنی مسئله غلطه. ما باید اقتصاد، یعنی ما باید یه ارز داشته باشیم. نه شما تک نرخی رو قبول داری پس. بدیهیه، ولی تک نرخی یعنی وقتی شما میگید چند نرخی معنیش چیه؟ معنیش اینه که من نرخ پایه رو حذف میکنم که ارز رو گرون کنم. ولی من میگم نه، چرا 4200 حذف میکنی که برسیم؟ خب آقای محمدی، آقای محمد من توضیح بدم. آقای محمد بذار نکته شنو بگید. 70 تومن و شما با 200 تومن ولی تضمین نه فهمیدم بسیار. نه شما من فهمیدم شما. من بگم من ایشون رو الان متوجه نیستم چی میگن. من میگم گفتم که چون به هر حال از ایشون ما توقع داریم که سیستماتیک بحثشو مطرح کنه دیگه. ببینید نمیشه که مثلا من صدامو داد بزنم فکر کنم منطقم قوی‌تره، نمیشه منطق قوی‌تر واقعا. شما الان به عنوان یه اقتصاد خونده اصلا ایران هم ول کن. بله. سیستم تک نرخی رو قبول دارید؟ شما میگی تک نرخی رو من میگم اصلا این بازی رو یه بازی یعنی کدوم بازی؟ من میگم ما میگیم آقا ما یه نرخ ارز داریم، یه نرخ ارز داریم، یه عده نرخ ارز رو بردن بالا، باید نرخ ارز رو برگردونی به همون نرخی که باید می بود. از اول اومدید دو شما یک درست کردید، مشروعیت بخشیدید، بعد میای بازی در میاد. اگر اجازه بدید من دارم نرخ اولو میارم میارم بالا گرون میکنم. ببینید آقای دکتر عبدو یه نظام پلیسی میخواید صحبت کنند. ببخشید شما یه نظام پلیسی، ما یه نظام عین نظام ایالات متحده میخوایم آقای دکتر. آقای محمد، آقای نجفی لطفا با هم گفتگو نکنید. آقای محمد اجازه بدید آقای دکتر عبدو ارزم 50 درصد بره بالا. حالا نیستش، ارز بالا لوپ تورمی دوباره تکرار. ببینید الان آقای چیزی من اقتصادی مثل اقتصاد ایالات متحده میخوام، یعنی اقتصاد بازار میخواید دیگه. اقتصاد بازاری که معنی دار باشه، نه اقتصاد بازار فساد و رانت و دزدی و قاچاق و خروج سرمایه. مگه اینا طرفدار فسادن؟ مگه کسی الان من بهشون میگم جلو خروج سرمایه رو میگن نه، میگیم تقاضا رو مدیریت کنید میگن نه، میگیم عرضه رو مدیریت کنید میگن نه. شما الان ببخشید مگه کسی اینجا الان تو این جمع ما مخالفه که اون کسی که پولشو برنگردونه باش برخورد بشه؟ چرا دیگه وقتی شما میگید اول باید همین دیگه دکتر، بعد شما بیا بازار نیمه رو به هم بزنید. خیلی خوب ببینید شما الان ببین موضع شما رو میفهمم. شما میگید که آقا من سیستم تکنیکی اما اینجوری که این آقا انجام داد اشتباه بود. یه بحثی میفهمم. آقای عرض کنم که چیز آقای حقشناس آماده نیست که این سوال جواب بده که بالاخره این کدوم میگه که من امریکا. خب امریکا که سیستم تک نرخی داره، پس ایشون اعتقاد به سیستم تک نرخی. خب بله. اقتصاد بازار آیا به این معنی اولا بازار رو قبول دارید شما؟ بازار به معنای بازار کارآمد من قبول دارم، نه یعنی بازار رقابت رو قبول دارید؟ بله رقابت کاملی باشه. بازار رقابت دلالی رو جزئی از البته بازار داخل رو قبول دارم، نه بازار جهانی که به معنای ببین شما ترامپ هم بازار رو قبول داره دیگه، ولی بازار داخل میگه بازار ایالات متحده. خیلی خوب پس شما یعنی بازار رو در ایالات متحده میبینید نه در خارج از شما پس اقتصاد آمریکایی رو میخواید که ترامپ داره اجرا میکنه.
به عنوان نمونه میگم، میخوام بگم اقتصاد سیاست نئولیبرال ما ببر جلو، حداقل مثل آمریکا ببر جلو. ما که اصلا قبول نداریم. خب پس کی رو نمونه؟ من میگم شما داری اشتباه رو اشتباه‌تر انجام میدی، یعنی حداقل مثل هم. ولی چی رو قبول دارید؟ ببینید یه چیزی، ببینید مردم که نمیتونن بنشینن، هزاران به قول شما وزرا اشتباه کردن، همه حتی لغت‌های بدی هم ایشون به کار بود، خیانت کردن فلان. شما میخوای خیانت نکنید، شما که نمیتونید تئوری خودت رو سوار کنید. شما آیا فکر میکنید ملت ایران آمادگی دارن که شما نظریه خودت رو پیاده کنید؟ نظریه اقتصادی خودت؟ ما باید تو جایگاه پرسش باشیم دکتر. شما دولت روحانی بودید، شما دولت پزشکی. الان رشد صنعتی ما، بله دولت رئیسی هم بودید. الان رشد صنعتی ما سرمایه‌گذاری بودش. رشد صنعتی سرمایه‌گذاری در کجا؟ صفر بوده. سرمایه‌گذاری در کجا؟ نه حالا قبول دارید سرمایه‌گذاری در کجا؟ آقا رشد صنعتی ما صفر بوده. همه چی کشور بله در دهه 90 صفر. بله صفر بوده. خدا خیرت بده. رشد سرمایه‌گذاری در کجا بوده؟ میشه بفرمایید؟ قبول سرمایه‌گذاری داشتیم بله. کجا؟ نداشتیم یه خورده. آقا دهه 90 میگم نداشتیم دهه 90. دولت رئیسی کجا؟ من اجازه دارم آمار بدید به من. گفتگو از دست من با کمال تأسف خارج. من فقط دو نکته رو عرض می‌کنم. یکی اینکه ادبیات دوستان و میزان صدای دوستان توسط بینندگان قضاوت میشه، این رو مراقبت بفرمایید. نکته سوم هم این که ما در محضر یکی از اساتید منحصر به فرد اقتصاد و مشاورین منحصر به فرد دول مختلف جمهوری اسلامی ایران هستیم. اگرچه ایشان مشاور رسمی دولت آقای دکتر پزشکیان نیستند و اگر ایشان جزء اعضای هیئت دولت نیستند، اما موافق برنامه اقتصادی آقای دولت پزشکیان هست. من موافق دولت آقای پزشکیان هستم نسبت به آلترناتیوی که وجود داشت. خیلی خوب. بنابراین الان من میخوام بگم حتما ما نقد داریم، اصلا هممون اینجوری هست. ایشون هم که از یه دولتی حمایت بکنه نقد داره، اینجوری نیست که مطلق نیست. ولی من میگم اگر ما به مفاهیم سوار نباشیم، اگر ایشون به عنوان اقتصاددان به مفاهیم سوار نباشه، نتونه خوب بیان بکنه، صرفاً با این بحثی که مثلا بی ارزه است با ارزه، اینا که هیچ کی از ما نمیپذیره. یه آدمی فرض کنید رفتیم توی کشور درجه 2 اروپای شرقی، نشستیم پیش معلم اقتصاد، بگیم آقا اینا این دولت بی ارزه است، با اون میگه آقا چی کار کرده، تو به نظرت چیه، چجوری؟ ما بعد اینجوری، من خواهشم از دوستان اینه که نظرشون همینجوری. الان ایشون یه نکته روشنی میگه، آقای محمدی نکته روشنی میگه که سیاست تک نرخی ارز خوب اجرا نکردن. نه دولت آقای رئیسی اجرا کرد که به تک نرخی برسه درست، نه این دولت اجرا کرد که به تک نرخی برسه. بنابراین میشه حالا از این منظر شروع. من عذرخواهی میکنم ما حدود 6 دقیقه وقت برامون باقی مونده. من یه نکته دارم. معذرت الان 30 ثانیه بهتون. از این سو آقای محمدی، آقای دکتر اجازه بدید من خواهش کنم که اغماض کنید. آقای عرض کنم خدمت شما نجفی، در حد 30 ثانیه افق 1404 اقتصادی دولت رو تحلیل بفرمایید. متاسفانه من آنچنان چشمانداز جالبی رو در 404 نمیبینم، مگر اینکه اولین اتفاقی که بیفته توافق یک جا باشه، یعنی به جوری نباشه که توافق باز مثلا به شکلی باشه که مثلا 50% مثلا تحریم ها مثلا برداشته بشه، باقی بمونه تا اثبات بشه فلان. یه دونه قرارداد درست حسابی بسته بشه با دنیا از نظر مالی. دوباره آیا این باعث میشه که مثلا قیمت دلار درست بشه فلان؟ خیر. باید ساختار اساسی قانونی اقتصاد کشور اصلاح بشه و به نظر منده از همین تریبون دارم به آقای دکتر پزشکیان رو خطاب میکنم و میگم با توکل به خدا و اعتماد به مردم و پشتوانه مردم، 16 میلیون رای و اعتماد سازی که میتونید از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مالی و خیلی جاهایی که برای تولید بالاخره تامین مالی میشه، جلوی حداقل اشخاصی رو که 4-5% هستند و 300,000 تا بیشتر رای ندارن بگیرید و حداقل وفاق رو به درستی انجام بدید. خیلی متشکرم. ما برای همه آراء همه نامزدها احترام قائلیم، از 14 میلیون تا 16 میلیون برای همه نامزدها هم احترام قائلیم، اما آقای دکتر پزشکیان رو به عنوان منتخب گرامی می‌داریم و در تلاشیم که انشاءالله مسیر تحقق برنامه‌هایشون تسهیل بشه. شما بفرمایید. من اول یه بحثی که بحث قبلیمو تکمیل کنم. اصلا وقتی نداریم. این که ما داریم صحبت می‌کنیم میگیم آقا چند نرخی، ما میگیم مثلا از اول این چند نرخی رو خودشون به وجود آوردن.
یه نرخ ارزه، میان میشینن یه نرخ جدیدتر میدن بالا. موضوع افق 1404 بود دکتر. من معتقدم اگر آقای پزشکیان به این مهم توجه نکنه که چرا اصلا چند نرخی، چرا اصلا بی‌ارزش شدن پول ملی و دنبال اقداماتی نگرده که تو کشورهای دیگه مثل کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده و اون اقدامات اجرا نکنه، وضع کشور همینطوره. ایالات متحده رو من مثال زدم که به آقایون بگم اینقدر ما رو کره شمالی و کوبا اینا رو به الکی مثال نزنید برای مردم. فریب ندید مردم. تو همه کشورهای توسعه یافته جلوی قاچاقو میگیرن، جلو خروج سرمایه رو میگیرن، جلو دزدی رو میگیرن، جلوی گرانسازی بی‌معنی رو میگیرن، جلوی سودسازی الکی از بالا رفتن نرخ ارز تو بورس و پرپول کردن جیب خودشون و بعدم به بهانه اینکه نباید دستوری باشه و سرکوب نباشه اینا میگیرن. هیچ کشوری در عالم تو حوزه توسعه شما پیدا نمی‌کنید که دولتش بی‌تفاوت باشه و همه چی رو هرج و مرج. خیلی متشکرم. بنابراین جلوی این وارونمایی باید گرفته بشه. با اجازه شما من عذرخواهی می‌کنم اگه بعضی جاها توی بحث مجبور به این شدیم که به واسطه اینکه حالا دوستان اون سمت یه سری حرفایی می‌زدن که واقعا قابل تحمل نبود، عذرخواهی می‌کنم از بینندگان محترم. بعضی جا صدام بالا رفت ولی خب واقعا فکر می‌کنم که نیاز بود برای اینکه این اتفاق بیفته. شما که فرمودین تو بورس سودهاش یک شبه داره اتفاق میفته، این رو من به قول معروف موضوع فوق 1404 ما چند تصمیم اقتصادی درست در توسط های همتی داشتیم. یکی بحث اقدام برای تکنرخی کردن ارز بود که از آقای پزشکیان خواهش میکنم پشت این تصمیم بایستین. کشور ما راهکاری به جز این نداره. 25 میلیارد دلار فساد در سال گذشته ما داشتیم که فقط اگر 3 ماه ارز ما تکنرخی بود به واسطه ساختن نیروگاه‌های خورشیدی در کشور ایران که هیچ ربطی هم به تحریم و هیچ مسئله دیگه‌ای نداره، ناترازی انرژی ما سالانه 20000 مگاوات و این حل شده بود. خیلی متشکرم. شما بفرمایید موضوع افق 1404 یک نکته می‌خواستم نقد دکتر کنم. ببخشید دکتر شما استاد ما هستید ولی ما گردن نمیگیریم. میدونید ما میایم دولت رو حمایت می‌کنیم بعد میگیم که فقط سلبی می‌خواستم اقدام کنم. مثلا همین نکته که شما گفتید ایجابی دولت کردن نمیگیرید. آقای طیب‌نیا یک روز تو اتاقشون تو معاونت اقتصادی دولت رئیس جمهور ساختمون کوسه قرار نگرفتن و الان بی‌نظمی ما داریم می‌بینیم. من میگم تصمیماتمون رو گردن بگیریم. این بحث اول. بحث دوم در خصوص مذاکرات خصوص میگم وقت داشته. من الان میام خدمت شما. وقت داشته باشیم. مذاکرات غیر مستقیم داره انجام میشه. ما هم امیدواریم که تو همین خطوط قرمزی که تعیین شده بره جلو. ولی ما امید انتفاع اقتصادی نداریم. یعنی ما یک تجربه‌ای داشتیم دهه 90 که خیلی بیشتر بذر بخشش کردیم تو برجام. بهش انتفاع اقتصادی نداشتیم. این که تو ذهنمون هست انتفاع داشته باشیم یک عدد سازیه. میگفتن عدد متوجه نمیشن میگن 1000 میلیارد 2000 میلیارد. آقای محمدی وقتتون تمام. من خواهش می‌کنم میکروفون همه دوستان دانشجو رو ببندید تا این مناظره به این شکل ادامه پیدا نکنه. ببخشید منو ناگزیر میکنید، خواهش کنم میکروفونتون رو ببندن. آقای دکتر بفرمایید این چند دقیقه باقی مانده رو. من در حد یک دقیقه تشکر میکنم از بحثی که دوستان داشتن. به هر حال به نظرم میرسه که هممون امیدواریم به کشوری است که همه علاقمندن به اینکه حالا نسل جدیدی که اینجا نشستن اگر هم گذشتگان خراب کردن خب شما وظیفه درست کردن دارید همتون. یعنی باید در واقع به هیچ وجهی نیست که فقط بگید اونا خراب کردن و بعد ادامه خواهید. آره بعدم منم اعتقاد ندارم که خیلی از تصمیمات غلط تو کشور گرفته شده، کاملا هم درست میگید، ولی لازمش که بتونیم جلو بریم اینه که بفهمیم که وضعیتمون چیه. خودمون هم به خودمون باید کمک کنیم. بالاخره یه دوره‌ای بوده که چپ و راست داشتیم با هم زندگی می‌کردیم. از یه دولتی این چپ و راست با هم زندگی کردن رو از دست دادیم. یعنی شروع کردیم بله بنابراین من فکر می‌کنم که یه جوری با هم مجبوریم راههایی که دنیا رفته اون راه‌ها رو پیدا بکنیم و پیش بریم و نمایندگی در واقع هیچ جناح خاصی هم هیچ کی اینجا من ندیدم که عرضه کنه، ولی خب بیا انتقاداتی شما به روش‌ها داشتید. راه هست. ما اگر مذاکراتی که پیش رو هست بتونه خوب پیش بره یه حرکتی میتونه بده، یه پرشی هیچی حل نمیشه تا آخر ولی یه حرکتی میده به این که بتونیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. نه متاسفانه دوستان گرامی 81% از بینندگان فرمودند که سرمایه‌گذاری در تولید نقش اساسی در بهبود شرایط اقتصادی داره و 19% گزینه یک خرید دلار و سکه. عرض کنم که آنچنانی که به خاطر دارید آقای دکتر پزشکیان در مناظرات انتخاباتی پرسش‌های اقتصادی رو کمتر پاسخ میدادند و میفرمودند که باید کارشناسان اقتصادی در این باره نظر بدن. امیدواریم که با اتکای به نظرات جمع کارشناسان اقتصادی افق اقتصادی 1404 بهتر از 403 باشه. سپاسگزارم و خداحافظ.